سلام، سلامتی، محبت، ترانه، عشق تقدیم همه شما مردمی که همین حالا صدای ما را از رادیو کند FM گوش میکنند و یک درودی خاص به آنهایی که ما را بیننده هستند از صفحه های یوتیوب. نمیدونم از کدام صفحه است، به هر حال هر کسی که ما را بیننده است سلام. اگر که شبانه هست شب بخیر، اگر روزانه ما را تماشا میکنن روز بخیر، وقت بخیر مردم. هر جایی که هستید آرزو میکنم حالتان خوب باشد. طبق وعده که روز گذشته کردم و حدود 2 ساعت پیشترم نشر کردم در شبکه اجتماعی فیسبوک، قرار است که در رابطه با پسیخولوژی معاشرت با کودک‌ها صحبت کنیم و همصحبتی منم فرهاد غفارپور هستن، کارگردان و یک جوانی میتونم بگم روشن فکر. اگر این بسیار محبت سخت میشه. خب هر چی خواهید قبول کنید. روشن فکر نفری است که فکر میکند. اصلا متفکر، هر انسانی که فکر میکند ما میگوییم متفکر. سلام، خوش آمدید. درود به شما بایر جان، درود به همه شنونده های کند FM. امیدوارم که وقتی که با هم میگذرانیم برای همه ما خوش و گوارا خواهد بود. بله، امیدوارم که همین گونه هم هست. خب پسیخولوژی معاشرت با کودک، من قبل از شروع برنامه هم صحبت داشتیم. 3 روز پیش یک سخنرانی یک روانشناس تماشا کردم. میگوید که 4 نمودی مناسبت با کودک ها است، یا که 4 سبک مناسبت با کودک ها است. یکم میگه پدر و مادرهایی که سختگیری میکنن، یعنی میگه گپ من گپ است در خانواده. مثلا پدر میگه که من هر چیزی که میگم تو اون اجرا میکنی برای کودکاش. مثلا اگر پدرش گوید که تو امروز باید لباس سفید پوشی، به چونو چرا به سوال باید پوشد. این یک نمودی مناسبت با کودکان. دوم نمود میگه خانواده به قول خودش مقتدی، یعنی این گونه خانواده هستن که با کودکاشون حق انتخاب میتین. حق انتخاب در دایره کم کدام چارچوبه. مثلا خودش نقل میکنه، میگه اگر این خانواده همراه کودکاشون مغازه روند برای خرید یا برای نمیدونم برای هر چی که هست، میگه که از یک سمت میگه من کالاها را بارهای انتخاب میکنم، بعداً اجازت میتیم که انتخاب کنن. مثلا از این سمت مغازه هر چیزی که دلت میخواهد گیر، از این طرف نه. یعنی اینها هم سختگیری میکنن، اما در یک چارچوبه. مثلا حق انتخاب میتین. یا میگن که مثلا 4 لباس میبرن، سرخ، سفید، مثلا سبز یا سیاه، از این 4 رنگ یکیش انتخاب کن. 10 لباس نمیبرن برای انتخاب. فهمم. و هر گپی که میزنن بچه هاشون به اثبات میکنن. مثلا میگن که تو فلان لباس پوش برای آن که فلان فلان فلان، یعنی ثابت میکنن، شرح میدن که چرا این کارو نکنن. سیوم نمودی خانواده میگه اونهایی که آسانگیرن، مثلا فرزندهاشون ساعت 10 شب خانه میبیان، برای اونها هیچ مشکلی نه، یعنی جزا نمیتین، نمیپرسن که چرا دیر آمدی، کجا بودی، با کی بودی. این گونه مناسبت نمیکنن. اینها خودشون روشن فکر میگن، اینها خودشون انسانهای رشد کرده میگن، اینها خودشون پدر و مادرهای به قول خودشون سورمنی معاصر. یعنی میگن ما باید این گونه آزادی های تیم برای بچه ها ما. 10 شب میباید خیلی باکی نیست. من باور میکنم برای فرزندهام که 10 شب اگه نامعقولی نمیکنه. یعنی نمیپرسن که چرا دیر آمدی. این یک نمودی مناسبت سیوم یا گروه سیوم که من نمبر کردم. و 4م گروه خانواده میگه این روانشناس پدر و مادرهایی که کاملا بی‌توجه. فرض کردیم ساعت 10 شب میبیاد فرزندهاش، ساعت 11 شب میبیاد، برای اینها اصلا مهم نه. خودی همین روانشناس قصه میکنه، میگه در بعضی از خانواده ها 8 تا فرزند هست، 6 نفر خوراک شام میخورن، پدر و مادر نمیپرسد که 2 نفری باقی مونده کجا شد. برای اینها اصلا مهم نه که فرزندهاشون در کجا و چی کار مشغول. همین 4 نمودی مناسبتی که من اینجا نقل کردم، قصه کردم، یا 4 سبک تربیت فرزنده که این روانشناس گفت و من اینجا نقل کردم، کدامش
به دل شما نزدیکتر و با کدامش موافقتر شما؟ میخوام صحبت از اینجا شروع کنیم، بعدا باز خب صحبت ها ما باز شاید رنگین تر شود. تلاش میکنیم درباره هر چهارش هم صحبت کرده توانیم. خب درباره آنکه کدامش برای من معقول، من میبیم و گپ سری این است که وقتی که من نمیخواهم مردم بگویم که دوستای عزیز اینش درست است این خیل کنیم. این هر چهارش هم شاید هر چهارش هم درست است یا شاید یگانش درست نیست. این وابسته از آن است که ما چی میخواهیم، ما صاحبان فرزندا چی میخواهیم، کی تربیه کردن میخواهیم، انیخترش چی خیل آدم به وای رسانیدن میخواهیم. خب فهمیدن؟ فهمیدم، تقریبا فهمیدم. مثلا اگر ما خواهیم که یک مرد فرض کردیم ما میخواهیم فرزند ما بچه با عقل، بچه باهوش، بچه باشد که خودش میشناسد، حقوقاش میداند، آزاد فکر، لیدر. اگر ما لیدر تربیه کردن میخواهیم پس این یکی از اینها است که لیدر تربیه میکند. مثلا گروه یکم، آدمایی که گروه یکم مثلا بچه‌ش نمیگن نقب نرس نجوم جیم نرس یه مور وای، این نفرایی که همیشه مناسبت میکنن با فرزنداشون اونجا لیدر تولد نمیشه، لیدر به وایه نمیرسد. خطا گفتم، لیدر میتونه در هر خانواده تولد شود اما از هر خانواده لیدر به وایه نمیرسد. و کی از خانواده ما به وایه میرسد این وابسته از آن که ما کدام از این گروه ها داخل میشویم. برای همین بیت وای کنیم هر دو ما دو کسه گویا که یکم انالیز کنیم که مثلا نفرایی که همین گروه یکم به داخل میشن میگن نقب نرس نجوم جیم، اینها کیه میخوان تربیه کنن و برای چی این خیلی میکنن به فکر شما؟ به عقیده وها مثلا گپی کلان سالا باید گپ باشه، یعنی کودکان نباید فکر کنن. به عقیده وها از همین دیدگاه وها فکر میکنن این کودک است و چیزی رو نمیدونن، این کودک است و اونها فکر میکنن که گپی کلان سالا گپی کلان سالا حق، یعنی کلان سالا زیاد دیدگی، چند کورت زیاد تجربه هاشون زیادتر و اونها بهتر میفهمن زندگی. یعنی وها حق انتخاب نمیتونن برای بچه هاشون، وها فکر میکنن که هر کاری که کودک میکند غلط است. این یک دیدگاه های وها. درست. منم موافقم قطعی شما، منم موافقم که همین خیل و به فکر شما از همین خیل خانواده چه خیل آدم به وایه میرسه؟ یک پیش از انالیز کردن یک بار یادمو بیاریم که ما تقریبا قریب که اکثریت ما همین خیل و همیشه همین خیل بودیم. بابا ها همه ما یعنی همین خیل بودیم که کودک ها هیچ حقوق نداشتن، کودک ها همیشه یک بچه بودن و هم که ما همچون یک بچه مناسبت میکردیم و همه خلاصه بجای وای هایم تا کلان شدنش ما قرار میکردیم که وای چه خیلی لباس میپوشد، کدام کراسافکه میپوشد، چه خیلی دفتر میگیرد. یعنی همیشه بجای کودک ها خلاصه میکردن بابا ها ما و من نمیگم که این بد یا اینکه این خوب، ما اینو نمیدونیم. ما چرا نمیدونیم؟ برای آنکه هر کس صاحب انتخاب است. ما فقط صحبت امروزه ما و شما همین است که ما فقط معین کنیم که کدام نمود مناسبت کی را به وایه میرساند و هر نفر، هر شنونده، هر آدم دیگر، هر تماشاچی حقوق دارد. گویا که من میخواهم یک غلام تربیه کنم،
من میخواهم یک گستربایتر تربیه کنم، گپ درا باشد، گپی رئیس نگرداند، همه چیز به خوب گوید، وظیفش 100% درست اجرا کند و مثلا در مکتب در همه جا بچه وای باشد، گپ درا، در کارخانه گپ درا، همه وی احترام میکنم. من میخوام همین خیل فرزند به وای رسانم. مثلا یک نفر میگوید همین خیل و وی البته این اونقدر خوب نیست که بجای یک تقدیر یک نفر دیگه خلاصه میکند، اما خوب مادامی که ما والدین هستیم و فرزند ما خواه نخواه همین در همین جا هستیم، یعنی ما خلاصه میکنیم که وای چخیل میشد، یعنی ما برای چخیل شدن فرزندان ما فضا ایجاد میکنیم، یا این خیل یا اون خیل شدنش ما خواه نخواه ما تأثیر داریم. یعنی گروه خانواده اول همین خیل تربیه میوان، گپ درا، گپ به اندیشه، همین هر چیزی که میگن قبول، یعنی قابل. مثلا بچه هایی که همیشه به جای آنها خلاصه میکنن، مثلا این خیل همیشه بود و زیاد از بین ما هم هنوز هم هست. مثلا چه گویم، همیشه به جای وای انتخاب میکنم. مثلا وای هیچ وقت انتخاب نکرده بود که وای مثلا چخیل کرته پوشیدن میخواهد، برای وای کرته های خریده دادگی. مثلا بازار به برده کراسافکه خودشان پدرشان انتخاب کرده یا مادرشان انتخاب. وای بچه تا آخر عمر هیچ وقت هیچ انتخاب کرد نمیتوند. کلان میشد، آدمی کلان سال میشد، بازار بمیرد و همین بازار هم بین میلیون تا وای به جهاز چیز به انتخابش یافته نمیتونه، هنوزم نمیداند که کدامش وای به معقول. وای به حتما یاری یک نفر در کار گوید که آشنا این مثلا این آدم اگر حتی فکر کند که وای انتخاب کنه میتوند، وای برای خودش انتخاب نمیکند هیچ وقت، وای برای جمعیت انتخاب میکند. جمعیت خوب مردم همه کاستوم سرخ پوشیده ایستاده، значит من کاستوم سرخ میپوشم. بله. یعنی اگر ما میخوایم همین خیلی یک نفر به دنیا دعوت کنیم و همین خیلی به وای رسانیم، значит همین نمودی وای این چی نامش، واسطه تربیه می نمیدونم، خب واسطه سبک مناسبت با کودکان فکر میکنم همین خیلی است. یعنی به فکر خودش میشه. یعنی این اگر من گویم که این بد است شما قبول نمیکنید؟ من نمیدونم این بد است یا نه. اگر ما گوییم که اینش بد اینش خوب، پس ما باید از مردم رو به 4 گروه تقسیم کنیم و گوییم که نفرایی که در باباکلان زندگی میکنن بد، نفرایی که در کوچه جر زندگی میکنن عالی. نه مقصد جغرافیا گیوگرافی نه. گپ سر گیوگرافی نه. من فکر میکنم که در زندگی بدو نیک این ما خلاصه میکنیم که کدامش خوب برای ما. مثلا من شما برای شما کدامش خوب، بعد این آخر به اول هر چرشه تحلیل کنیم که کدامش به چی آورده میرساند و بعد خلاصه کنیم که برای کی کدامش. به فکر شما من فکرمو گفتم، فکر شما چه مثلا نفرایی که در به گروه اول داخل میشن، یعنی کودکاشون همیشه جنگ میکنن، نقب نرفت نکن، این بیار و یکون مین پوش. اینها چه آدم تربیه میکنن؟ تقریبا چیزی که گفتید من موافقم، فقط من میگم خوب نیست. من میگم این نمودی مناسبت شاید خوب نیست. چرا خوب نیست؟ برای آن خوب نیست که مثلا فرض کنیم من یک انسانی که خطاکار و من همین خطایی که خودم کردم میگم بچم تو همین کار کن. یعنی من انتخاب غلطی که کردم خودم نمیفهمم، باز میگم که همین چیز انتخاب کن. نه ببینید ما خوب نیست گفتم به حقمون نیست، چون که ما تمام زندگی ما تلاش میکنیم که همین خی کنیم. خب ایستید تمام یک چیز اشاره کنم. مثلا خودتون مثال آورده گفتید که بازار میره انتخاب کنه نمیتونه و برای جمعیت انتخاب میکنه.
جمعیت کاستوم سرخ باشه دیگه، اینم باید سرخ باشه برای اینکه همرنگ جماعت باشد. و این کجاش خوب است؟ من میگم بد است. این بد است. زمانی که من خودم فکر کرده نمیتونم، برای آنکه رفیقم پشت است منم باید باشم. نه، من باید ذوق خودم باشد، من باید انتخاب خودم باشد. من بسیار میخوام که همیشه باشد. لیکن آشنا ببینید، ما جمعیت ما همه کسا ما تلاش داریم که تمام مردم، تمام بچه‌هایی که وجود دارن همین خیل تربیه آن در همه جا. در همه جا من آزاد یگان کسا گناهکار کردن نمیخوام. در همه جا میگویم خبشین، گپ نزن، جیمشین، من نگوش کن. مگر هم خیلی نیست؟ در همه جا. بله. پس ما همه کسا تلاش داریم که جمعیتی همین خیلی یک نسلی همین خیلی با یک دیگر همین خیلی نسل به دعوت کنیم. بدبختانه یا کمبختانه، متاسفانه همین خیلی. اما میخوام این خیلی نباشه. مثلا از خانواده دویم اگر خواهید صحبت کنیم، مثلا این خانواده دویم یا که دویمین نمودی مناسبت با کودکان تقریبا مانند اولش، اینها هم همین کارا میکنن، اما یک کم اجازه انتخاب میتونن برای کودکاشون. و جالبیش این که اثبات میکنن. مثلا میگن که تو همین آب نوش برای آن که فلان 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 شرح میتونن، حق بودنشون ثابت میکنن، اثبات میکنن، این دلیل میبرن. این از دو سر همون مثل خیلی که شما خودتان گفتید، این همون یک کمش فقط کمتر و لباس های نقص پوشانده شدگی، لباس های آزادی. خب اگر بیزب کرگویم لباس دموکراتی پوشانیده شده. خب ببینید وای میگوید که مثلا یه مثال دیگر میبرم. اصلا این مثال اینجا طور نمیبود که میبرم. خب مثلا میگوید که مثلا فرض کنیم همین پدر میخواد که همین بچهش همین کراسافکه سفید نه سیاه پوشه. نه میخواد پدر میخواد که پسرش کراسافکه پوشه، توفلی نه. خب میخواد کراسافکه پوشد و میرد میگه که بچم تو کراسافکه سرخ میخوایی یا سفید؟ این از دو سر این آزادی نه. وای سراونا از دو سر وای باید کراسافکه انتخاب کند، توفلی نه. باید نگفت پای افضال. نه تو کدام مثلا تو کدام پای افضال میخواهی، این علاقه از تمام نمودهای پای افضال انتخاب. وقتی که مثلا میگه تو کراسافکه سرخ میپوشی یا سفید، این علاقه خواه نخواه همون وای. اما منظور نه پای افضال و نه کراسافکه. نه این فقط مثالی بود. این مثال یعنی خواه نخواه این همون وای. حقوق انتخابش محدود و وای آزادی وای نیست، کامل نیست. و این همون آدم است، همون آدمی که گفتیم، فقط گویا که بعضی حقوقاش میداند. خانواده سیوم گفتیم خانواده آسانگیر، یک کم آزادی میتین برای فرزندهاشون. مثلا میگن که مثلا خانواده دویم و یکم مثلا میگن که تو بعد از ساعت 7 یا 8 بیگا 20 کوچه نمیبرای. خانواده سیوم که آسانگیر گفتیم میگن خواهی کوچه رو بعد از ساعت 10 کوچه رو ما برای تو باور میکنیم. و همین عملشون میگن که ما پیشرفته ایم، ما انسان های رشد کرده، ما انسان های زمانوی. چه نگاه دارید به همین گونه مناسبت؟ من به همه این مناسبت ها به همش نگاهی خوب دارم. لیکن مثلا این نمود آدما میخواهند که فرزندانشان آزاد وای شود، یعنی همیشه احساس آزادی کنند. فرزندانشان که همچون کودک مناسبت نمی کنند. بچه چه وای بچه چه، ما کلان، ما میدونیم که حقیقت چخیل، تو نمیدونی تو گوش کن منه. این خیل نیو وای هم یک
آدم و که همچون آدمی کلانسال مناسبت میکنن و از خوردیش باری مسئولیت میتین. یعنی ببینید این مسئولیت دارد. وقتی که اینجا رسیم میبیم مسئولیتش به این نفران میخوان که کودکاشون احساس کنن که اینها انتخاب کرده میتونن. مثلا آمد فرض کردیم عادتا بچه ها همیشه خوردن نمیخواهن، ما باید مجبور میکنیم که خور اوقات خور باید خور. نمیدونم برای چی ما همیشه بودیم کودکی ما مونده همیشه بودیم همین کودک همیشه طبیعتش هم خوردن نمیخواد یا خوردن میخواد فقط همینجا شتنه. خیلی که ما میخوایم همینجا شتنه روی استال به نانه گرفته ها اونجانده پیش کیم کدام بازینده یا پیش تلویزیون نمیدونم یا جای دیگرانده دیگر خیل به طور خود خوردن میخواد. و مثلا آدمایی که همین نفرایی که سیوم گفتیم آدمایی که میخوان که همین بچه احساسی وای کند مسئولیت کند این به میگن کجایی که خواهی خورد نخواهی نه این کاری تو میخوریمی نمیخوریمی اینجا نمیخوریمی اونجا نمیخوریمی این کاری تو. لیکن تا اینه اول یک بار اینستروکسیون میگذارن وای ها برای آنکه وای بچه دنیا و نو آمدگی همه جا آشنا نه. یک بار حتما قاعده های بود و باش در این دنیای در زمینه یک بار میگذارن میگن که بچم ما خوراک میخوریم برای آنکه من میخوام ویتامینای بدن ما گیرد ما کلان شیم ما رشد کنیم این کارو میخواد ما این خوراک برای آن اینجا داشته میخوریم که این من خیلی و یاد دارد ما میتونیم این اونجا داشته خوریم و اونجا داشته خوریم این خیلی و یاش میشد اگر اینجا خوریم این خیلی و یاش میشد چیز نتیجهش به اینجا میرسیم. اگر این کار کنیم به اینجا میرسیم و تو اینش میکنیم و ایش میکنیم این علاقه انتخابی تو. وقتی که ما حالی که بچه خورد وای همیشه حرکت میکند که همه ما زندگی همیشه حرکت میکنیم که ما وای باشیم نسبتی ما نظری نیک داشته باشد آدم ما حرکت میکنیم که کار درستش به انجام رسونیم. مثلا وقتی که ما میگوید که اینجا شته خوردن به چی آورده میرسوند و در نزد تلویزر روی دیوان شیشته نان خوردن به چی آورده میرسوند ما علاقه تلاش میکنیم که آدمی خوب باشیم و اینجا کنیم. و وقتی که ما و انتخاب میتید اکثریت ما تلاش میکنیم که خوب باشیم بچه و همین خیلی وقتی که همین خیلی مناسبت ساخته میشد بعد اون وقت به ضرورت نمیشد که شما وقتی مثلا فرض کنیم شما فرزندتان که علاقه به جای میرسید که شما وی تقریبا میدونید شما علاقه تربیه کردید این معنیش اینه که شما تربیه نکردید شما وی همیشه تربیه کرده آمده استید و شما میدونید که این فرزندتان کدام کارهای کردنش ممکن و کدام کارهای کردنش ممکن نه و وابسته به همین مناسبت میکنید. الهاتان هست؟ اگر من حق انتخاب دیم برای فرزندهام و اونها انتخابی غلط کنن بچی انا انتخابی غلط کنن این یکی از مشکلی های کلانه که ما نمی کنیم هیچ وقت ما جزا میتیم ما هیچ وقت صحبت نمی کنیم. مثلا فرض کنیم ما یک بار فهماندیم بچه میتوند نفهمد یک بار باید و یک بار دیگه غلط کرد ما یک بار دیگر باید به شانس دادن در کار پیش از آن که باید جنگ کنیم پیش از آن که جزا تیم یک بار دیگر آشنا این کاری که تو کردی من اینجا آورده رسان و وقتی یک بار ما هیچ وقت ما صحبت نمی کنیم انا همین قسمت در زندگی ما وجود ندارد ما سرازو یک بار آخرش میگیریم سرازو نکزنی. خوب است یا بد است جزا دادن کودک؟ اینو من نمیدونم این همونای هر کس خودش میدونه
که خوب است بد است، فقط حاضر ما در اون باره صحبت میکنیم که جزا دهم یا ندهم. ها این خیلی خب. البته جزا دادن در کار، اما جاش هست، وقتش هست، کدام وایبه نه همیشه. برای آنکه برای چی جزا دادن در کار؟ برای آنکه ما خواه نخواه در زمین زندگی میکنیم که وای همش اونجا قاعده هاش هست، قانون ها هست، کیم کدام کارهای کردن ممکن، کیم کدام کارهای کردن ممکن نه. سویتافور سرخ گذشتی یعنی تو خطا کردی، تو برای خطا کردگیت تو جزا میگیری و این قانونی زندگی هست که ما برای خطا کردگی ما جزا میگیریم. و فقط وقتی جزا دادن همین فهمیدن در کار که همین کاری که آزم، همین جزایی که ما میدیم برای چی جزا میتیم، ما چی میخواییم از این جزا دادن و این چی خیل دویمش چی خیل. مثلا ممکن که هر خیل مثلا اشتراف کرم ممکن 2 ساعت سویم اشتراف کرم ممکن 5 ساعت سویم تور کرم ممکن. خب درباره نمودهای جزا از چند لحظه صحبت میکنیم. همین حالا همکاران اشاره کردن که باهر وقت اعلان است دیگه باید گذاریم. من اعلان میگذارم، از اعلان دوباره برمیگردیم و راجع به نمودهای جزا دادن در کودکان یا برای کودکان صحبت میکنیم. خب دوباره برگشتیم. دوباره سلام به هر نفری که تازه پیوست به این موج و یک سلام دیگر به اونهایی که بیننده هستن. امیدوارم که خسته نشدن از صحبت‌های ما. زمانی که اعلام میرفت یک بحثی دیگر هم داشتیم ما، یک بحثی درباره خوب و بد و بحث درباره انتخاب فرزندهای و بحث درباره انتخاب درست و انتخاب غلط و چند مثال‌های هم آوردیم برای همدیگر. و نمیدونم فرهاد جان یک دیدگاهشون اینگونه است که میگن در دنیا خوب و بد اصلا نیست. هم خیلی گفته؟ ها در دنیا خوب و بد اصلا نیست. میخواید از همین صحبت کنیم؟ اگر من گویم که فلانی بد است، شما میگوید که از دیدگاه تو بد است. از دیدگاه یک نفر دیگر بد نیست. مثلا فرض کنیم من برای فرزندم آزادیه، میگم هر کاری که خواهی کن، این انتخاب تو و این آزادی حقوق تو. یعنی فهمیدید من چی میخوام؟ مثلا خدا ناخواسته یکی از کودکان من میگه که پدرم میخوام دزدی نامدار شوم، من میخوام قاتل مشهور شوم، من میخوام غارتگر رقم 1 شوم. و من چی خیال گویم که این خوب است، انتخاب تو است، حقوق تو است، هر چی خواهی کن. من آخر من حقم نیست میگویم که نه این کاری درست نه، دزدی کردن خوب نیست، برای اینکه فلان 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 بدبختی ها سری تو میبره. ما اینو نصیحت کردیم که اول میگیم اینستروکسیون میگیم. چیه اینستروکسیون میگیم؟ ها پیشه که میگیم که خب میگیم ما پیشه که ما وایبر نمیگیم. در همین صورتی که مثلا ما گفتیم که نتیجه دزدی تو فلان میشه، که آخری انتخاب تو فلان بدبختی میاره، باز هم در همین صورت هم اگر باز هم انتخاب کرد چیکار کنیم؟ ببینید یک تا حاضر به فکر من یکی از جاهایی که ما همدیگری ما که درست وای نکردیم یک کلمه شکلشانده. مثلا شما گفتید که من بچه‌ام میگم که هر چی میخوایی کن. ما این گپ هیچ وقت نمیگوییم. آزادی چی است؟ این گپ ما آزادی یعنی چی؟ تفسیر ما درباره نفرای گپ زدیم که آسانگیران و طبقه سیوم وایهان میخواهند که بچه های لیدر به دنیا بیارن، بچه های آزاد فکر، صاحبی فکر تربیه کردن میخواهند. اینها هیچ وقت وایبه نمیگن که تو آزادی، تو هر چی میخواهی میکنی. این خیلی گپ نیست، برای آنکه ما خواهیم نخواهیم ما در دنیای زندگی میکنیم که قانون ها دارد. این کار کردن ممکن نه، این کار کردن ممکن. این قانون ها هست در دنیا و کاری که ما میکنیم این ما در بحث و صحبتی ما درباره آنکه ما چخیل مناسبت میکنیم، ما مناسبت با فرزند با کودک ما چخیل مناسبت میکنیم که وای همون میخواستگی ما بر این میشود.
یعنی ما وایکتی ما برای وای همیشه فضا میسازیم، وایکتی همیشه مناسبت میکنیم که وای در خودش همین حقوق انتخاب کردن رشد میده، تربیه میکند و مسئولیت آزاد بودن به دوشش میگیرد. آزاد بودن این همیشه هم تو آزاد تمام نه، آزاد بودن دشوارتر از بندی بودن، برای آنکه آدمی آزاد مسئولیت دارد، هر چیز مسئولیت دارد. برعکس بندی بودن آسانتر، بندی فلانچه گفت همون کار کردم تمام دیگه مسئولیت نداری، تو همون کارت میکنی. وقتی که تو آزادی تو هر یک کارت به هر یک گفتگیت به عملت به رفتارت به گفتارت به جواب میگویی و تو صاحب زندگی خودت. هر چیزی که قطعی تو میشد و هر چیزی که قطعی اطرافیات میشد تو مسئول. فکر میکنید یک کودک 3 ساله یا 4 ساله میفهمد که مسئولیت یعنی چی؟ و بحث ما هم درباره همین ده. ما طول 18 سال یا 16 سال وای بچه که همین کار میکنیم، همین خیلی مناسبت میکنیم، یعنی آخرش همین خیلی فضا میسازیم، همین خیلی مناسبت میکنیم، همین خیلی رفتار میکنیم که وای میفهمد که آزادی چی و مسئولیت آزاد بودن چی. یک کودک 3 ساله از کجا میفهمد که مسئولیت یعنی چی؟ و کودک 3 ساله نمیفهمد. این کودک 3 ساله ما همیشه فضا میسازیم که کودک 3 ساله در همیشه فضا کلان شده، در فضای آزاد، در فضای آزاد انتخاب. هر چیزی که مثلا دوست دارد کند، مثلا فرض کنیم وای دوست دارد که رسم کشد بچه، لیکن برای چی مثلا ما این فضای برای وای ایجاد نکنیم؟ اگر ما برای وای هر فضایی که وای دوست دارد فراهم بیاریم، وای خواه ناخواه در برابر همین مسئولیت همین هم به گردنش میگیرد. یعنی پدرم برای من همین فضای وای کرد، فراهم کرد و من مسئولم که اکنون رسم کشم. خب یعنی همین خیل رفته وای مسئولیت میفهمد خواه ناخواه. یک مثال دیگر میخوام بیاریم بغیر رسامی. خب مثلا در یک خانواده فرزند میخواد که رقاصه باشه، اما پدرش نمیخواد. اگر پدرش گفت که نه من نمیخوام که تو رقاصه شوی، فکر میکنید که کاری خطا کرد؟ فکر میکنید که حقوق فرزندش پایمال کرد یا آزادی فرزندش خللدار شد یا نه؟ ببینید این چیزی نازک برای مردمی ما، برای آنکه ما آماده نیستیم برای این صحبت. ما عادت کردیم که هرچی که کلانا میگن همون درست، هرچی که 1 سال خورد میگد وای نادرست. و از همین نگاه هرچی که پدرام میگن همون درست، نوابسته از آن که ما چی میخواهیم. من نمیگم که این درست، این گنده، این زور یا نقص. من فقط همینه میگم که این یکی از مشکلی هایی که جمعیتی ما دارد و عجایبش این که نسل فرض کنیم، همین نسل ها فرض کنیم گپ سر یک دختر رفتن، یک دختر مثلا فرض کنیم میخواهد رقاصه بودن میخواهد، لیکن وی پدرش نمیماند رقاصه بودن به پدرش نمیماند. وی میفهمد که وی حقوق انتخاب داشت اما همین حقوق ندادن وی به و وی رقاصه نمیشد. ولی مشکل اینجانده که همین دختری که کلان میشد و همین دخترش میگوید که مادر من دختر شدن میخوام، گفت این دختر میگوید نه، میگوید اکنون تو همون کسی میشی که من تو میگم و همین سیکل میخواد تکرار میاد و همین خیلی خلاصه تا امروز دوام. یکی نقضش همین که کم کم خیلی زیاد کم گم شده ایستاده است این چیزا. یعنی ما همین فهمیده ایستادیم که جمعیت ما و همین چیز آمده ایستاده است که هر نفر صاحب زندگی خودش. درست مثلا فرض کنیم مثلا یک پدر نمیخواهد که دخترش رقص کند، لیکن پدر همین میفهمد که دخترش برای این حقوق دارد، حق دارد، دخترش میخواهد رقص کند. پدر میداند که وای معقول نه، مثلا حالا شده ایستاده است همین خیلی حادثه ها.
مثلا پدرش میدوند که دختر نمیخواهد لیکن پیش نمیگیرد. به نظر شما چرا نمیخواهد پدرش که این رقاصه شود؟ برای آنکه ما مثلا در جمعیت ما رقاصه ها اتوریته نیستن، اتوریته نبودن. برای چی نمیدونم. عموما رقاصان، عموما هنرمندا، عموما نفرایی که همین ساحه هنر به کار میکنن، حافظا، رقاصه ها، نوازنده ها، اکتورها، اکتریسه ها، اینها که همیشه در زیر توجه مردم هستن. ما اینو همیشه میدونیم که اینا چی کاراکتی مشغولن. ما تمام زندگیشون هر روز میدونیم ساعت چند میخزن، چی کار میکنن، کجا میرن و به نظری ما همیشه مینماید که تمام کارهای بد که همینا مشغول میشن. دیگر همه ساحه ها همه نقص، فقط همین ساحه ها همیها گنده. ما همیشه فکر میکنیم، ما ذهن ما همیشه شده که تمام ساحه های دیگه هم عالی نقص، اینجا هیچ کس کاری گنده نمیکند، فقط همین هنرمندا کاری گنده میکنن. برای همین رقص کردن ممکنه. این ذهنی ما وشتگی، این چیزی که ذهنی مردم ده. و مثلا یک جای دیگر که یک کمتر چند کیلومتر اوستر میرید این مشکل نیست الکی، یا این مشکل شکلش کمتر دیگر خیلتر. من این بحث با یک رفیقم داشتم، حدودی سالی گذشته بود بفکرم. گفت که من اول قبل درباره فرزندهاش رفت، گفت که فرزندی هم میخواد رقاصه باشه. خب کودک است. گفتم خب چرا محفل رقص نمیتی؟ گفت آخر من اگر محفل رقص دیم همین شوق زیادتر میشد و آینده رقاصه شدنش ممکن. و گفتم خب چی بدی دارد؟ گفت آخر من مردک نمیخوام دختری جوانی من آینده بین میلیون مرد رقص کنه. من اینو نمیخوام. غرور مردم اجازه نمیتین. همین غرور مردی است یا اینکه بیخبر بودن از هنر؟ چه هستیم؟ من فکر میکنم که این من نمیخوایم یکان کسی تحقیر کنم. هر کسایی که گپ دستری یکان کسی هم نی. من فکر میکنم که این تنها فقط همین که همین مردک دیگر خیل فکر میکند، مغز سرش شکلش دیگر خیل اینی هم ببری. نغز و گنده های برای این مثلا نغز و گنده خودش نیستیننده، نغز و گنده جمعیت برای این نغز و گنده. مثلا وقتی که جمعیت میگوید که فلان چیز گنده، این مرد کم راضی است که فلان کار گنده. مثلا رقص کردن و اولش این که این مردک بیخبر که کاری گنده در همه جا بوده میتوند، در هر ساحه، در به قول رویده که لوبای جانده، لوبای کارانده، لوبای ساهانده بوده میتوند. و این حتما فقط روی صحنه نه، آدمایی که صحنه میبرن فقط اینها که نه. این مردک نمیدونم برای چی همین خیلی فکر میکند، یعنی این مشکل وای مردک دارد. دویم مشکلی است این مشکل است. این مشکل میدونی چی خیلی، یعنی اگر من خب به دوباره خودم بگم، نگیم یک مردک اگر من به دخترهام اجازه ندیم که رقاصه شوند یا رقص کنن بین مثلا بین مردم، یعنی من مشکل دارم، ذهنی من مشکل داره، یعنی من ابلهم به نظر شما مثلا این یا قفا ماندم. نه ببینید این خیلی ها کردن، این خیلی برای چی؟ برای چی؟ خب مثلا فقط برای آنکه شما نمیخواهید بین مردم رقص کنند؟ شما نمیخواهید که فقط بین مردم رقص کنند، همین چیز برای شما مشکل. بین مردها رقص کنند، بین مردها رقص کنند شما نمیخواهید. خب لیکن برای لیکن فرض کنیم من چه کنم که یکم کسی خفه نکنم.
من نمیخوام که دخترم پیش مردها رقص کنه. یعنی شما در کجای در نظر دارید؟ کجای؟ مثلا صحنه صحنه که کدام کنسرت خب و تماشابین کلان مرد. گپ دستری من نیست. فهمیدم. گپ دستری من نیست. خب اگر ما صحنه در نظر داشته باشیم، منم همین چیزی نمیفهمم که مثلا همون مردکایی که مثلا میگن که نه، هموهان خودشون و معقول است که رفته صحنه به تماشا کنن که دیگه دخترها رقص میکنن و این که دختری و یا رقص میکنن مشکل دارن. من یکم کسا اسوجدت نمی کنم این انتخابی و یا همیشه اگر همیشه زندگی کردن خوان اوکی یکم مشکل نیست. فقط به فکر من اینجا پرابلم کلان ما همین است که ما برای آنکه ما مشکل کلان ما همین است که ما میخوایم که فرزند ما میخیل باشد. ما هیچ وقت در این باره فکر نمی کنیم که خودی وای چی میخواد. خودی فرزندی ما هم وای دارد که خواهش دارد که وای چی خیلی زندگی کردن میخواد، وای برای خودش کدام زندگی ساختن و انتخاب کردن میخواد. ما یعنی همین حقوق برای وای نمیتیم. باز هم گپ دستری خوبی بدی میرد. فرض کردیم وای میخواد که کلیر باشه، بگذار با باشد. همین کلیر بودن راحت میکند، با قاتل بودن راحت میکند، خوشبختی میلیون ها آدما در دنیا کلیرن، آدما هزارها آدما آدم میکشن. یعنی این خوب است. من نمیگم خوب است یا یعنی بد نیست. انتخاب دارن. وای ها همین کارو میکنن و این زندگی ویا است و ما مسئولیت نداریم پیش فرزند ها. ما مسئولیت داریم که وقتی فرزندی من میگه که پدرم میخوام قاتلی خوب قاتل هیچ کس اینگه پا نمیگوید بایر جان. یگان قاتل نمیگوید که من قاتل شدن میخواستم و من آدم کشتم. این چیز این شما پراست بحث دیگر خیلی ترکتاف کردید. ما درباره آن صحبت کردیم که ما چخیل آدم میخوایم تربیه کنیم. برای تربیه یافتنی کدام آدم ما فضا ایجاد میکنیم و اگر یک نفر همون آدمایی که آدم کشتگیان، اگر گپ سری این باشد، یگان تاش دعوت یگان نفر دیگر که نکشته همون خودش انتخاب کرده. اگر همون آدم انتخاب کرده باشد که وای همین کار میکند، مسئولیتش به گردن خودش. ما هر یک کار، هر یک رفتار ما خودمون جواب میگوییم و حاضر مقصد بحثی ما این است که ما بچه های چخیل به دنیا دعوت کنیم. ما در شروع برنامه 4 طبقه مردم اطرافش صحبت کردیم، یکی 4 طرز مناسبت با فرزندهای ما بررسی کردیم. چهارمش ما گفتیم بی توجه، والدین‌های بی توجه، اونهایی که هیچ توجهی نمیکنن به کودکاشون. اصلا مهم نیست کودکاشون در کجا، همین حالا مثلا 12 شب کودک در خانه نیست اما اونها هیچ احساسی خواطری هم نمیکنن، پریشانی هم نمیکنن، میگن خب دیگه هر جایی که باشد میبینم. کاملا بی توجهن. به فکر شما همین مردم، همین نوع آدمایی که همیشه بی توجهن، چه خیل آدمای بوای میرسونن؟ چه خیل آدمای بوای میرسونن؟ کدام نوع آدمای بوای میرسونن؟ هر کودک، هر فرزند یا هر بچه مثلا 4 کس تاثیر میکند به همون کودک. یکم پدرش، دوم مادرش، سوم معلمش، چهارم رفیقش. و این پدر مادرش که تاثیر نمیکنه، 2 نفری باقی مانده تاثیر میکنه، معلمش، رفیقش. چگونه شدن این نمود بچه ها بستگی دارد به معلمش و رفیقش. موافقم. رفیقش چگونه همین گونه میشه، معلمش چگونه همین گونه میشه. مادامی که پدر مادر تاثیر نمیکنند، بی توجه میکنند، چگونه شدنش وابسته به معلم و رفیقش. یا همون آدمی که برای تاثیر گذار میشه. بله، یا رفیق. خب دیگه کی میموند؟ یا رفیقش یا معلمش. دیگه کی میتونه تاثیر گذار باشه؟ خب ما که حاضر در دنیای تکنولوژی زندگی میکنیم، میتونه یه نفر دیگر که اون طرف اقیانوس به زندگی میکند باشد. میتونیم
هر نفری که اون رفیق نیست یا رفیقش میشه. خب رفیق گفته من خوب فهمیدم فقط دوستی درست. یا آشنا یا همسینف همکورس نه، رفیق. فهمم. اوکی. بیاید این خیلی کنیم بایر جان، ما نگوییم که کدومش ما معقول ما کدومش، ما فقط یک بار دیگر برای آن شنونده ها یا تماشابینایی که بعداً ما با همراه شدن یک بار دیگر یادرس کنیم که چی طبقه ها بودن و از اونها چی نتیجه ها گرفتن به چی نتیجه ها رسیدنش ممکن. این البته وی کامل نیست، تقریبا کی به کدام طرف رفتنش ممکن. همین یک بار یادرس میکنیم با همین تمام. کی به کدام طرف رفتنش ممکنش نمیگم، فقط معرفی میکنم 4 نمودی تربیت فرزند. نمودی اول، خب این یک سخنرانی یک روانشناسی بود که من تماشا کردم از یوتیوب. میگه که 4 سبک تربیت فرزند هست، یکی 4 اسلوب مناسبت با کودک هست. یکم والدین سالاری، این خیلی بهم شاید فهم‌تر میشه. پدر مادرهایی که میگن هر چیزی که ما میخواهیم همون میشه. ما اگر لباسی سفید خریده میتیم تو باید اینو قبول کنی. امر و نهی میکنن، سفارش میتین و جزا میتین. نمیپرسن که تو خودت چی میخواهی، نمیپرسن. این یک نمودی تربیتی فرزند، یک سبک. دویومش اونهایی که میگن فلان کارا نکن، بعد شرح میتین که برای چی همین کارا نکنن. مثلا همین لباس نپوش و جواب میتین که برای چی نپوشن. در اساس فاکتور رقم صحبت میکنن، گپ هاشون اثبات میکنن. مثلا میگن تو اگر همین کار کنی فلان حادثه میشه، سببش هم میگن با منظوری آنکه کودک آگاه شود که چرا این کار نکنه. طبقه سیومی والدین ها، پدر و مادر ها، اونهایی که آسانگیرن و قبلی همون روانشناس میگن اونها آسانگیره. کلان آزادی میتین، هر کاری که میخواهد میکند فرزند، هر انتخاب میکند راضی میشن پدر و مادر ها. یگان قاعده یا قانون برایشان نمیگذارن. برای انتخابای وای فضا ایجاد میکنه یا نه؟ برای انتخابای وای فضا مثلا فرض کنیم وای کودک میگه که دادا من میخوام رسامی روم. بله. فضا ایجاد میکنن؟ بله. فضا ایجاد میکنن. اصلا کاردار هر انتخابی که فرزند میکند اینها قبول میکنن. یعنی اوکی. مثلا فرزند فکر گویید شما حاضر فکر گوسدید که گویا این کاری گنده برین. من معرفی کردم گنده یا باید چه خودتان خلاصه میکنید. سیوم نمودی تربیت فرزند، سیوم نمودی مناسبت با کودک ها. این نمودی پدر مادرها، این نمودی خانواده فرزندهاشون کاملا آزاد میمانند و این بچه ها هر کاری که دلشان میخواهد میکنن. مثلا حتی در انتخاب کسب آزادن. اگر طلبه صنفی 10 این خانواده گوید که پدر مادر من میخوام از خط مکتب روسیه روم مهاجر شوم، اینها میگن باشد رو قبول، هر کاری که میخواهی کن. اگر فرزندشون گفت که من ساعت 11:30 شب میخوام فلان جا روم، میگن خب باشه رو انتخابی تو. خلاصه اینقدر آزادیه که برای فرزندهاشون میتین فکر میکنن که خوب است. برای آنکه فکر میکنن که فرزندشون آدمی یک آدمی علایده هست و صاحب فکر، بله، صاحب بله. حقوق، مستقل صاحب حقوق، میتواند هر چی انتخاب کرده تواند. بله. هر چی میخواهد این حقوق انتخاب داره. بله. حتی اون انتخابش خلاف ارزش های انسانی باشد هم حتی میگن انتخاب تو است باشه. من گفتم که بحث دیگه شروع میشه. خب این طبقه سیوم مناسبت با فرزند. سبک چهارمی که این روانشناس معرفی کرد میگن پدر مادرهای بی‌توجه. همین نام گذاشت بی‌توجه. اصلا مهم نه فرزندهاشون چی کار میکنه، اصلا مهم نه. اصلا مهم نه که کجا هست. من گفتم مثلا ساعت 12:30 شب فرزندشون از کوچه وارد خانهش میشه، اما این پدر مادر نمیدونن که این کجا بود و نمیپرسن که کجا بودی.
خودشون هم بیخبر. این 4 سبک تربیت فرزند بود که یک روانشناس معرفی کرد و من تماشا کردم و نقل کردم. همین طولی 1.5 ساعتی که با هم صحبت داریم، همین میخوام در 4 جمله جنبست کنم. دعوت میکنم همشهری ها ما، دوستان ما و هر نفری که ما میبیند و میشنود، دعوت میکنم که همین مسئولیت والدین بودن به گردن گیرن. یعنی وایها دانند که بچه هایی که به دنیا دعوت کردن اینها مسئولند و چی خیل کلان شدن، چی خیل به وایه رسیدن این بچه ها به دوش هر کی ما والدا است و ما از آنها چی خیل آدمای میسازیم این به دوش ما است و من بسیار امیدوارم که ما از جمله آدمای بیدار، باهوش و خیرتمند خواهیم بود در این کار. به تربیت فرزند توجه این یک مهمترین وظیفه ما در زندگی شاید. بله، مهمترین رسالتی ما و همین سخت اهمیت میدیم به این کار و من به همه برار میخوام در این کاری دشوار و پرمشقت تمنا میکنم که همیشه در جستجو باشن، همیشه از یوتیوب از همه جا کاون اینفرماسیون جستجو کنن، بینن یک گل پسیکولوژی دنیای لکچرشون گوش کنن که در این کار نازک خطا نکنن. بله. به همه برار میخوام. خب کسایی که ما را هم شنونده بودن و هم بیننده تشکری خاص دارم. من از این دوری ها دست شما میفشارم. من یقین دارم اکثر بیننده ها شاید از روسیه تماشا میکنن طریق شبکه یوتیوب. آرزو میکنم که هر جای دنیا که هستید مردم تاجیک لباسی عافیت وطن داشته باشید و مهم از همه حالتان روحیتان عالی باشد. خدا نگهبان تا صحبت های بعدی. قرار است که همین صحبت های ما هر هفته روز پنجشنبه ثبت شود و هرچند فکر نمی کنم صحبت هایی که ما میکنیم مفید میشد یا نه، نمیدونم از این بحث ها به جای میرسیم یا نه. من نمیدونم از این مثلا یک موضوع میگیریم بررسی میکنیم صحبت میکنیم فکرامو میگیم چی چیز اصلاح چی چیز تغییر مییابد مثلا من نمیدونم، اما با وجود این حداقل وقتی ما خوش میگذرد 1 ساعت. من امیدوارم که یگان چیز در این دنیا بیهوده نیست، همه چیز تاثیر داره و اگر حتی 10 نفر یا 100 نفر از این شنونده ها یا از این تماشابینا وقتی که این دفعه با فرزندشان مناسبت میکنن همین از ذهنشان بیاد که من با این کارم برای آینده این بچه تأثیر گذاشته ایستادم، اقلا همین ذهنشان برسد و یا خواه ناخواه انتخابی درست نمیکنن. اگر همین قصوبتام اگر همین فکر با آوردتون از خوشبختیم. تشکر به همتون که با ما بودید. خیر.